روزه نگرفتیم آرامزون، یا فرض میکنید که دچار یک آسیب گناهی بودی، حالا اون لذتی که از حرام بردی، خدای نکرده شرابخواری کردی، معصیت کردی، حالا با اطاعت اضافه، اونیش که واجبه که هیچی، باید یر به یر میشه، شما نخوندی باید بخونی، اما بتونی بیشتر از اون انجام بدی که اون لذت‌های حرام رو پوشش بده. پیغمبر خدا یه پسر عمویی داشت به نام سفیان. میدونید رسول خدا 10 تا عمو داره، بعضیاشون خیلی خوبن، خیلی، مثل حضرت حمزه، حضرت ابوطالب، بعضیاشون هم خوبن مثل حضرت عباس، ایشون هم خوب بود، حالا بالاخره مقام حمزه رو نداشت ولی خوب بود، عموی پیغمبر، حضرت ازش تجلیل کرد. بعضیاشون هم متوسط بودن، بعضی هم که خیلی بد بودن مثل ابولهب، تبت یدا ابی لهب. یکی از عموهای پیغمبر حارثه، یه پسر دارد به نام سفیان. این همون شبی که پیغمبر به دنیا اومده اینم به دنیا اومده، یعنی با پیغمبر همسنن، خیلی هم شبیه رسول خدا بود. برادر رضایی پیغمبرم هست. وقتی عبدالمطلب جد ایناست دیگه، برای پیغمبر دایه گرفت، گفت به اینم شیر بده، به همین پسر عموی پیغمبر سفیان ابن حرث یا حارث. لذا هم تیپ و هم قیافه و هم سن و برادر رضایی و خیلی هم با پیغمبر خوب بود. روزی که پیغمبر مبعوث شد دشمن پیغمبر، دشمن شدید، به گونه‌ای که شعرهای حجو میگفت. حجو یعنی شعرهایی که مذمت، بچه‌ها رو تحریک میکرد، میگفت برید به پیغمبر سنگ بزنید، میگفت به زانوها و پیشونیش بزنید نتونه نماز بخونه، چون اینا که زخم بشه نمیتونه سجده کنه. خیلی آزار داد پیغمبر خدا ایشون رو مهدور الدم اعلام کرد. 12 نفر رو پیغمبر حکم اعدامشون رو صادر کرد. پسر ابوجهل بود، ایشون بود، چند تا دیگه بود. مهدور الدم مثل سلمان رشدی که امام حکمشو داد، هر که او رو بکشه دیگه حکم داره دیگه، گیر نیست. مهدور الدم اعلامش کرد. این پشیمان شد، آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت من پشیمان شدم و شما واسطه شو پیغمبر منو ببخشه. حضرت همون من واسطه نمیشه، چون پیغمبر حکم تو رو صادر کرد. منتها یه چیزی بهت یاد میدم، صورت تو بپوشون، برو تو مسجد، پیغمبر نشسته، این آیه رو براش بخون که قرآن میگه برادرای یوسف برای یوسف اینو خواندن، تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. برادرای یوسف گفتن داداش حالا که تو به جایی رسیدی، ما هم یه غلطی کردیم دیگه، ما رو ببخش. تالله، به خدا قسم، لقد آثرک الله علینا، خدا تو رو بر ما ترجیح داد، تو به کجا رسیدی شدی عزیز، ما هم اشتباه کردیم. یوسف گفت من بخشیدم، لا تسریب علیکم، اصلا معطلش هم نکرد، صورتشو پوشوند. این آقا اومد تو مسجد این آیه رو خواند. حضرت یه نگاهی کرد، فرمود که من از برادرم یوسف که کمتر نیستم که بخشیدمت. شهادتین گفت و مسلمان شد. حالا منظورم اینجاست، این جمله رو دقت کنید دیگه، عرضمو تمام کنم. آقا تمام عمرش رو دیگه نماز میخوند، با اینکه شما میدونید کسی که کافر بوده وقتی مسلمان میشه دیگه نماز قضا نداره، که قبلش مسلمان نبوده که باید قضا کنه، روزه هاشو نباید دیگه بگیره، همون روزی که مسلمان میشه باید بگیره. بهش میگفتن تو چرا اینقدر خودت اذیت میکنی؟ میگفت من باید جبران کنم، من خیلی خرابی دارم. اون وقت تو جنگ حنین که داستانش در سوره توبه آمده، چند هزار آدم بودن، 12,000، همه فرار کردن تو جنگ حنین. قرآن میفرماید از اعجبتکم کثرتکم، غرور گرفتشون، ترسیدند و فرار کردن. از جمله کسایی که تو جنگ حنین مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید همین ایشون بود. بعد هی میگه آقا جبران شد، آقا پذیرفتی، آقا منو، خب تمام. ببینید یه جهشی درش ایجاد شد، یه جهشی.